در مؤسسه دولتی کاخ فرهنگ سغدیان آزمون شهری بین هنرمندان اید به استحصال محصولات سیاحی و ارمغان بهترین برای سیاحان برگزار شد. در آزمون معاون رئیس شهر خوجند فیروزه نورالله‌زاده و مدیران شعبه و بخش‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند اشتراک داشتند. در آزمون استحصال محصولات سیاحی و ارمغان بهترین برای سیاحان، اشتراکچیان محصولات دستی خود را معرفی نمودند. هنرهای دستی هنرمندان از قبیل ارمغان‌ها، کارت‌ها، محصولات مهر بافی، قالین بافی و رسامی به نمایش گذاشته شد. اول eskizişi işte istoda yığılmışı da ilovu var. Bu mıbraki de yazmanı nemiyor dökteki. خودت هم این تکشی ساخته شد گرفته استاد Zakaskada gibiden ovada gibiden hani boğuş bu korkadasınız afarım. بعدی از نظرگذرانی محصولات مهنتی دستی هنرمندان، هیئت حکمان آزمون را جمع‌بست نموده جای یکم را به مطلوب نیاز و جای دوم موجود حکیم و جای سوم را به مقصود جان بابایف لایق دانستند. غالبان با دیپلم‌های درجه‌های یکم، دوم و سوم مکافات پولی سرفراز گردانیده شدند. آزمون بخشیده به سال 2019-2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی تشکیل و برگزار گردید. وابسته به آن قرار رئیس ولایت سغد رجب احمدزاده و قرار رئیس شهر خوجند معروف محمدزاده درباره گذرانیدن آزمون شهری در بین هنرمندان اید به استحصال محصولات سیاحی و ارمغان بهترین برای سیاحان عملی کرده شد. تشبث و راه اندازی چنین چاره‌بینی برای هویت ملی و پاس داشتن هنرهای مردمی نقش اولین درجه می‌بازد. همچنین طبق نقشه مشترک وزارت معارف و علم، کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مسابقه ورزشی از روی نماد ششکه و شاهمات جنبست گردید. در مسابقه خوانندگان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی شهر خوجند اشتراک داشتند. بازی شاهمات و ششکه ورزشی عقلانی را میماند که در آن اشتراکچیان دقت خود را به یک سمت معین روانه میکنند. امروز غالبانی دستوی از مسائل تعلیمی معین کرده شده و در این جودا اون خوانندگانی که در این آزمون فعالانه شرکت ورزیدن، من میخواستم شخصا از نام خودم، از نام کلی کارمندان شعبه معارف، هر یکی شما را برای نائل شدن به این دستاورد نظرس تبریک کنم. بازی شاهمات بین خوانندگان مکتب از روی سن و سال گوناگون گذرانیده شده. دور اولی آن با موفقیت خاتمه یافت. در جنبسته مسابقه ورزشی مدیر شعبه معارف شهر خوجند مهیا اکمل خیجی و غالبان بازی شاهمات و ششکه را با مدال و افتخارنامه ها سرفراز نمود.